یعنی همه صدقه ها باید مخفیانه باشه که دست چپ و راست نفهمه که چی داد، مبلغش چقدر بود، چقدر داد، کجا داد، به کی داد، در تاریکی شب باشه. یه مقدارش باید اینطوری باشه، یه مقدارش هم باید آشکار باشه. انگیزه ایجاد کردن برای تشویق کردن، برای ایجاد الگو. پیامبر صلی الله علیه و آله بعضی موقع نیاز بود در جمع صحابه میگفت کی این لشکر رو تجهیز میکنه. عثمان دستشو بلند کرد گفت من این لشکر رو تجهیز میکنم. یه چاهی بود ملک یهودی ها بود، مسلمان ها مشکل داشتن، گفت کی این چاه میخره مسلمان ها رو راحت بکنه. عثمان دستش بلند کرد. کی این یتیمو، کی این مهمان رو تحویل میگیره ببره خونه، کی این فلان، برای ایجاد انگیزه. پس تشویق هم لازمه. بعضی از انفاق ها، عزیزی به من گفت من یک مدرسه قبول میکنم، پولش مبلغش میدم به شما، ولی به کسی نگو که فلانی این پول این مدرسه رو داده. گفتم باشه قبوله. گفت من اهل تابلو و این چیزا هم نیستم. گفتم باشه قبوله. ولی اگر من یک حرفی با شما دارم، اگر من تونستم با این مدرسه شما 4 تا مدرسه دیگه درست بکنم، قبول میکنه که اسمت ببرم؟ گفت چطوری یعنی؟ گفتم میرم با اسم شما 4 تا جوان از رفقای شما رو تحریک میکنم، میگم فلانی یک مدرسه قبول کرد، شما که بیشتر دارید. بارها شده اینطوری و فلانی مدرسه قبول کرد، فلانی یه مسجد درست کرد، ما خبر نداریم. پس ما که الحمدلله وضعمون بهتره، انگیزه هاش تقویت میشه. یه مسابقه و رقابت خوب، سارعوا الی مغفرة فاستبقوا الخیرات. ما باید مسابقه بذاریم. فلانی رفت سبقت گرفت، همه چی بعضی موقع تابلو رو مدرسه یا مسجد سبب میشه که پسرش، مثلا این مسجد مال حاج یوسفه، ما نمیشناسیم حاج یوسف کیه، شاید پدران رو ما بشناسن. اگه تابلو این داشت که این حاج یوسف پسر فلان و این پسرش محمد، نوش احمد، اگر این مسجد خراب شده بود، نوش آمد که این مسجد مال جدشه، نوش هم پول داره، میاد چه این جد من اینجا یک مسجد درست کرده. ما با یکی از خیرین میرفتیم تو یک منطقه، بچه گفت اینجا کجاست؟ گفتیم اینجا فلان جاست. گفت بریم مسجد جامعش ببینیم که مسجد جامعش پدر من درست کرده. رفت نگاه کرد، گفت این مسجد چه خیلی قدیمی شده. گفت هر چی خرجش این مسجد بابا من میخوام آباد بکنم، از نو تجدید بنا میکنم. بعضی موقع تابلو لازم هست.